بحث مالیات داریم. بله اگه بشه. پاسپورت و ویزا و اینا میدونی چقدر پوله؟ جان نده هیچ کاری نمیشه. توی مملکت فایده نداره. چه خبره؟ آگاهی بود. چیه گرفتنش؟ اینجا که نمیشه هر موزیکی زد، اینجا که نمیشه هر چی میخوای بگی. باز من میترسم 2-3 سال بمونیم پشت در ارشاد مثل بقیه منتظر مجوز بمونیم. نمیدونم چی میخوای اینا؟ ولی نجسه برادر، اونو برای چی آوردی تو خیابون؟ اگه آقا چیه مگه مشکلی؟ آقا دوباره داد بزن. یعنی چی؟ اصلا موزیک کارش همینه. نمیترسیم بریزن اینجا بگیرن اینا؟ بگیرن چی رو بگیرن؟ ما کار خلافی نمیکنیم، داریم موزیک میزنیم. کنسرت که اگه بشه عالیه. همه بچه ها رو میشه دعوت کرد. ما هم بابامونم دعوت میکنیم. بالاخره یه رفتم اجرای ما رو ببینن دیگه. عزیزم